سماق بخورید. سماق برای کاهش وزن فوق‌العاده عالیه. ترکیب سماق و ماست بهترین درمان کننده کبد چربه و باعث میشه چربی های شکم و پهلوی شما عزیزان آب بشه. 7 برابر پرتقال ویتامین C داره، 5 برابر شیر کلسیوم داره، 3 برابر ماهی قزلالا امگا 3 داره و خوردن 20 گرم از سماق به اندازه 1 کیلو آجیل مواد مغذی داره. خوردن 5 گرم از سماق مساوی با 1 ساعت پیاده روی. باعث کاهش درد استخوان میشه. همین که گفتم خواص جادویی سماق. پس تا میتونید سماق بخورید. حالا با گوشت قرمز، با مرغ، با تخم مرغ، با ماست. الان میخوام یک دمنوش چربی سوز خیلی قوی با سماق بهتون آموزش بدم. توی قوری 1 قاشق غلیظ سماق، 1 عدد چوب دارچین به اضافه آب جوش اضافه بکنید. میذارید 10 دقیقه دم بکشه و 1 ساعت بعد از نهار میل میکنید. به مدت 1 هفته تأثیر فوق‌العاده‌اش رو روی کاهش وزن میبینید.